هر فردی تاجیکی که از همین وطن منالد، از همین سرزمین بیشتاسای آزادی منالد، او مسلمانی است، او کور است. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. یگان دولت دیگر ما شما را انتظار نیستم. تکه به همین ملت کنید، تکه به همین سرزمین آزادی کنید. جای نماز که پرتافتید، نماز خواندید، رو به قبله فاتحه را در حق همین ملت همین سرزمین کنید. شما دیگر نگیرید.